الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 109 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما فرق بین عبادت خالق و عبادت مخلوق را بیان خواهیم کرد. به عباره دیگر، فرق بین عبادت الله و عبادت غیر الله. بدانید البته نجات انسان، خوشبختی انسان، خرسندی انسان و همه نیکوهایی که انسان در این دنیا به دست می آورد، این همه در کلمه توحید لا اله الا الله وجود دارد. لا اله الا الله این کلمه توحید است و دعوت حق است. بدانید همان زمان انسان در این دنیا و آخرت نجات می یابد و سعادتمند می گردد که توجهش به الله سبحانه و تعالی باشد، یگانه به الله توجه بکند و زمانی که بنده به الله توجه می کند و به سوی او عبادت می کند، لذتی عبادت را در می یابد، آرامش قلب را پیدا می کند، اطمینان و باوری به خودش پیدا می شود. بله، کسانی که لذت عبادت، لذت ذکر و خوشبختی این دنیا و آخرت را پیدا می کنند و می یابند که موحد باشند. وقتی که موحد هستی، یگانه الله را ندا می کنی، یگانه به سوی الله دعا می کنی و یگانه الله را عبادت می کنی، لذت حاصل می شود، آرامش حاصل می شود، اطمینان حاصل می شود. این همه به ذکر الله سبحانه و تعالی. بدانید و بفهمید که در این عالم و در تمام کائنات انسان را هیچ چیز خوشبخت و خوشنود کرده نمیتواند. اگر چنده که بنده یک نوع، یک کمی از لذت، از محبت را پیدا بکند، در غیر الله شاید پیدا بکند، اما کم است. یک لذت موقتی هست، یک محبت موقتی هست و این لذتش بعد از یک مدت نابود می شود. این لذتش لذتی فاسد است و صاحبش را بعد از یک مدت باز به وحشت و به بدبختی گرفتار می کند. بارک الله فیکم. پس بدانید امروز هستند کسانی که لذت را در غیر عبادت الله می بینند، می روند بعضشون اعوذ بالله رقص و بازی می کنند به مانند صوفی ها، بعضشون در سر قبر گریه و ناله می کنند به مانند رافضه ها و قبوری های صوفی قبوری که میلیون ها انسان در زیر بگویم بارک الله فی یک مزار نشسته، در گرد اطراف قبر طواف کرده، سجده و غیره به غیر الله می کنند و در همین عملشون فکر می کنند که لذت وجود دارد، نجات وجود دارد. نه والله، نه لذت نه نجات وجود ندارد، بلکه این عملشون دلشون را می کفاند، زیقشون می کند، بدبختشون می کند، شقاوت می آورد و در این دنیا و آخرت اونها را به عذاب گرفتاری و تنگدلی و بالاخره به جهنم واردشون می کند. پس فرق بین عبادت الله و عبادت غیر الله همین است که عبادت الله را وقتی که یگانه خودش را عبادت کردی، موحد شدی، توحید را تحقیق کردی و همه عبادت را به الله انجام دادی، نجات میابی، خوشبخت میشوی، آرام میشوی، قلبت آرام میابد و خودت آرام میشوی و زندگیت به تو سبک میتابد
و در حقیقت زندگیت سبک می شود و معنی این حیات را می فهمی و هر باری که ذکر می کنی از این ذکرت لذت می بری، از عبادتت لذت می بری و در حقیقت بعد از این در حالت مرگت و بعد از مرگت و در روز قیامت و بعد از این وارد شدن به جنت و بعد از این به دیدار الله سبحانه و تعالی گرفتار میشوی. این همه به خاطر عبادت کردنت به الله، عبادت را تنها به الله انجام دادنت، یعنی به خاطر موحد شدنت. انسان همان وقت موحد میشود که عبادت را به الله انجام بدهد. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. پس الله امر کرده است که یگانه او را عبادت بکنیم، خالص در عبادتمون باشیم، یعنی خالصا همه عبادت ما به الله باشد، نه فقط عبادت ظاهری ما، عبادت قلبی ما، زبانی ما، حتی نیت ما، اراده ما، قصد ما الله سبحانه و تعالی باشد. اما وقتی که بنده از عبادت الله دور شد به عبادت غیر الله پرداخت، بداند که در این دنیا قلبش ضیق می شود، همیشه غمگین است، این دنیا برایش مشقت می آورد، از این دنیا دلگیر می شود، از حیات خودش دلگیر می شود، مجبور می شود که برای خوشنود کردن خودش رود قمار بازد، رود زنا بکند، رود به مخدرات چند دست بزند و بالاخره که یک نجاتی را که پیدا نکرد، لذتی را که پیدا نکرد، از ضیقی قلبش، از سختی حیاتش خودش را دار می کشد، خودش را آتش میزند و خودش را به درون چیزی به آب و یک جای دیگری غرق میکند. والعیاذ بالله. یک عده از انسان ها خودکشی میکنند از سبب اینکه درد قلب اونها به درجه بالا شده است، ضیق و غمگینی قلب اونها به درجه بالا شده است که سبحان الله خود را اداره کرده نمیتوانند. اما انسان های زیاده که خود را به قتل نمیرسانند اما قلبشون همیشه غمگین و حزین است، خودشون از حیاتشون دلگیر هستند و در این حیاتی که زندگی میکنند هیچ فایده ندیدند، فقط درد دیدند، رنج دیدند. سبحان الله، افسوس میخورم که بعد از مرگ هم درد است و حال اینها رنج است و بالاخره جهنم است و دیدار روی شیطان است. الله سبحانه و تعالی میگوید فمن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هر کسی که الله میگه هر کسی که از ذکر من اعراض بکند، ذکر الله چی؟ از توحید الله، از عبادت یگانه عبادت کردن الله اعراض بکند، روی تابد، موحد نباشد، ذکر کننده یگانه الله نباشد، پس بداند که معیشتش در این دنیا، حیاتش به نهایت در حالت تنگی و ضیقی میگذرد، دلش از ضیقی میکفد، برای آنکه همین قلب همان وقت خوشنود می شود و وسع می شود که خالقش را عبادت بکند، خالقش را اطاعت بکند. وقتی که قلب را انسان مجبور کرد که از الله روی تابد و عبادت الله را نکند، در این حالت قلب تنگ می شد، ضیق می شد و ضیقی قلب و تنگی قلب صاحب قلب را می کشد و اذیت می دهد. و همچنین انسان ها در این دنیا دلشون تنگ است و در روز قیامت چشمشون نابینا میخیزند. نحشر یوم القیامت اعمى. الله میگه که این چنین انسانی که در این دنیا ما را عبادت نکردند، موحد نشدند، ما را ذکر نکردند، از ما اعراض کردند، در روز قیامت اونها را حشر میکنیم، از قبرهایشون بیرون میکنیم، زنده میکنیم در حالتی که چشمهایشون نابینا و کور است. یعنی یک عده از انسان ها از قبر میخیزند که چشمشون نابینا است. چرا؟ این آدم هم میگوید ای الله، من در دنیا بینا بودم و قد کنت بصیرا، من در دنیا دو چشمم میدید، چرا در روز آخرت نابینم؟ الله میگه که تو در دنیا ما رو فراموش کرده بودی، یعنی
ما را عبادت نمی کردی، عبادت رو به ما انجام نمی دادی، یگانه ما را اطاعت نمی کردی، به محکمه ما مراجعت نمی کردی، قانون ما را نمی خواستی، روی از قانون ما گردانیده بودی، از حکم ما گردانیده بودی، از شریعت ما گردانیده بودی، از عقیده که من به بندگانم فرض کرده بودم گردانیده بودی، یگانگی من را اقرار نکردی. پس بدون که تو ما را فراموش کردی در دنیا، ما هم تو را در آخرت فراموش کردیم. پس این حال، این فرق بین عبادت یگانه عبادت کردن الله و عبادت مخلوق یا که ترک عبادت الله است. بله، کسی که عبادت الله را ترک میکند، عبادت کی را عبادت کرده است؟ اگر چی شاید قبر را عبادت نکند، مزار را عبادت نکند، اولیاء و انبیاء را عبادت نکند، لیکن خودش را عبادت کرده است. شیخ علی بن خدیر و حمود بن عقل الشعیبی حفظه الله میگویند که در این دنیا بسیار هستند کسانی که سبحان الله غیر الله را در ظاهر عبادت نمی کنند، یعنی قبر پرست نیستند، مزار پرست نیستند، به گرد قبر طواف نمی کنند، به یگان مزار سجده نمی کنند، اما بیخبر از آن هستند که خودشان را عبادت می کنند، هوا و هوس خودشان را عبادت می کنند، سجده به نفس خودشان می کنند، طواف در نفس خودشان، در گرد نفس خودشان می کنند. بله، امروز همچنین است. به خاطر نفسش از دین بیرون می شود، به خاطر نفسش از بحر دین می براید و سبحان الله به خاطر نفسش از شریعت بیرون می شود و به تمام کفری اکبر و به تمام شرک نمودای شرک اکبر و دیگر از کفریات و شرکیات وارد می شود. به خاطر چی؟ به خاطر نفس. ترک عبادت الله این خود به خود عبادت غیر الله است. یا انسان ظاهرا قبر رو، مزار رو، یک سنگ رو، یک چیزی رو عبادت میکند، یا که هیچ چیزی رو عبادت نمیکند ظاهرا. اما بدانید که کسی که عبادت الله را ترک کرد، اگر دیگر چیز رو عبادت نکند، نفس خودش را عبادت میکند. الله میگه افرأیت من اتخذ الهه هواه. آیا دیدی ای محمد کسی را که نفس خودش را اله خودش گرفته است؟ و الله من کرد از پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیروی از هوای خودشان بکنند یا که از هوای کس بشوند. الله میگه ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصير. اگر پیروی از هوا و هوس اونها، از خواهش اونها، از قانون برآورده این مشرکین بکنی، بعد از اینکه به تو الله بینات، علم، قرآن، سنت را داد، باز پیروی از هوا و هوس اونها بکنی، بدان که از جانب الله به تو هیچ چیزی نیست، نه دوستی هست و نه نصرت است. پس این است عبادت الله که نجات است در این دنیا و آخرت و دیدار جمال الله است، و این است عبادت غیر الله و ترک عبادت الله که شقاوت و بدبختی است در این دنیا و آخرت است و محروم شدن از دیدن جمال الله رب العزت والجلال است. و دومی فرق این است که مخلوقی که امروز مشرکین عبادت می کنند، از قبرها، از اولیاء، یا که رافضه ها امامهایشون را، یا که صوفی ها اقطاب، اوتاد و دیگر از اولیایشون را، یا بعضی ها ملائکه و بعضی ها بت و بعضی ها سبحان الله درخت را و بعضی ها پیامبر را صلی الله علیه و سلم عبادت میکنند، بدونید که این همه مخلوق است، یعنی همه این چیزها را الله خلق کرده است. یگان از این چیزها به بنده ای که عبادتشان میکند فایده نمیدهد، ضرر هم رسانیده نمیتواند. یگان چیز را نمیدهد و یگان چیز را منع کرده هم نمیتواند. هدایت هم نمیکند، گمراهشان هم نمیکند، کمکشان هم نمیکند و خوار و ذلیلشان هم کرده نمیتواند. بلکه انمین رب است که الله رب العزت والجلال انسان را خلق کرده، رزق داده و زمانی که به انسان ضرر میرسد، همین الله تنها خودش انسان را از ضرر نجات میدهد و ضرر را از او دور میکند و کشف میکند. و بجز الله رب العزت والجلال به مخلوقها هیچ کسی فایده نمیدهد و هیچ کسی ضرر نمیرساند. سبحان الله، حتی یک مخلوق به مخلوق دیگر فایده رسانیده نمیتواند، ضرر رسانیده نمیتواند مگرم به اذن الله. بله،
هر کسی که فکر میکند از اهل توحید خوب میداند که این دنیا همه دقیقه و ثانیه‌اش به اذن الله است. همه بدی و نیکیش از جانب الله و به اذن الله است و همه ضرر و فایده از آن الله است و هیچ ضرری و فایده نمیرسد مگرم به اذن الله سبحانه و تعالی. و در قرآن این مسائل آشکار و واضح بیان شده است. و بعد از اینکه این را تو ای موحد فهمیدی که این همه از جانب الله است، پس از تو این فهمیده طلب میکند، این آیات های قرآن طلب میکند که پس توکل به الله کن، کمکت را از الله بخواه و یگانه همین الله را دعا بکن، نه غیرش را، نه غیر الله را. همین الله را دوست بدار و تمام عبادتت را، کمترینش را و ذره‌ترینش را و کوچکترینش را به همین الله رب العزت والجلال خالصانه انجام بده، با انجام دادن رکنهای عبادت و شرطهای عبادت، با اخلاص و ثواب و با محبت و خوف و رجع انجام بده. یک عملی کوچکت در نزد الله بزرگ است و تو را نجات می‌دهد، زیرا که این عملت خالی از شرک است و پر از توحید است. عبادتی که از موحد به وجود می آید اگر چی کم باشد بزرگ است، عبادتی که از مشرک به وجود می آید اگر چی بزرگ است فایده ندارد، هباء منثورا، هیچ ذره فایده ندارد. برای چی؟ برای آنکه فرق همین است که موحد عبادت را فقط به الله انجام داد و به الله کسی را چیزی را شریک قرار نداد، برابر نکرد و به الله چیزی را برابر نکرد و حکم الله را از همه حکمها بالا دانست و مراجعت به محکمه الله کرد. اما مشرک کسی است که عبادتش را به غیر الله انجام داد، یا عبادت بزرگ یا عبادت کم کوچک را، فرقی ندارد، عبادتش را به غیر الله انجام داد. کسی را به الله شریک قرار داد، کسی را به الله برابر کرد، یا در عبادت قلبی، عملی قلبی به مانند محبت و خوف و رجاء و توکل، یا در عمل طواف کرد، سجده کرد و غیره، یا ذبح کرد یا نذر کرد، یا در قول دعا کرد، طلب شفاعت کرد و خصوصیت الله را به غیر الله نسبت داد. این از همه بالاترین اوج بی‌ادبی است. بی‌ادبترین انسان این مشرک است که الله خود را نشناخته و به جای الله خود غیر الله را، به جای خالق خود غیر خالقش را عبادت میکند. این فرق دوم است. فرق سوم این است که انسان چقدری که به غیر الله خود را تعلق بکند، یعنی انسان چقدری که به غیر الله خود را پیوست بکند و به غیر الله امید و آرزو بکند، بداند که به بالای سرش ضررهای زیاد می آید. سبحان الله، چگونه که انسان اگر طعام را از مقدار معین شده زیاد تناول کند معده اش درد می کند و عذاب می کشد، اینچنین انسان وقتی که شرک را انجام می دهد روحش اذیت می کشد. وقتی که انسان شرک را انجام داد روحش اذیت می کشد و بسیار به کسلی ها گرفتار می شود. از همین جهت انسان موحد، جماعت اهل توحید، موحدین، کسلیشون، مریضیشون کمتر از مشرکین است. مشرکین مریضیشون زیاد است. در بین اهل شرک مریضها، کسلیهای سبحان الله یک نمودهای هست که اصلا در اهل توحید وجود ندارد. بمانند بگویم دولینی، کسلیه که قسم به الله در بین اهل شرک به نهایت زیاد است، برای اینکه اونها توکل به الله ندارند، برای اینکه اونها در مسئله رزق به غیر الله تعلق کردند، برای اینکه اونها ضرر و منفعت را از غیر الله میبینند، برای اینکه با این همه قلبشون سبحان الله به غمگینی آمده و بعد از این قلبشون رنجیده، اذیت کشیده و به دولین رفته است. اما اهل توحید که این همه را به الله میدانند،
هیچ کسی ضرر نمیرساند غیر از الله. حتی یک دشمنم به من ضرر رساند نمیتواند مگرم به اذن الله. وقتی یک ضرری اومد، مشکلی اومد، ما میگیم قدر الله ما شاء فعل. همیشه قلب آرام است، قلب باز است، قلب گشاد است، قلب همیشه در حالت دمگیری استراحت است و در این نمود قلب دولینی کم است. قسم به الله خودی بنده یک چند سال وقتی که کمی جوان از حالت حاضر بود جوان تر بودم، تقریبا 10 سال قبل، سبحان الله به اذن الله به خواست الله به کسلی مریضی دولینی، البته که به خواست الله به همین مریضی گرفتار شده بودم. یعنی مغز سرم اذیت میکشید و بعد از این که به آموزش توحید شروع کردم و در آموزش توحید قوی شدم و توحید را چگونه که الله رسول میخواهد فهمیدم، سبحان الله در زندگیم وقتی که تجربه کردم و عمل و تحقیق می نمایم، قلبم باز شد و همین دولین خود به خود نابود شد. انمین است که توحید شفا است، انمین است که الله اکبر دین شفا است، عبادت الله شفا است. اما عبادت غیر الله به خود شقاوت و بدبختی می آرد، تنگی قلب می آرد و ضررهای بلاهای زیادی را می آرد. سبحان الله و هیچ منفعتی ندارد. و بدانید که فایده ندارد. انا همین است که فرق بین عبادت الله و عبادت مخلوق وجود دارد. پس این چونین علما ذکر میکنند که زمانی که یک بنده، یک انسان به انسان دیگر اعتماد میکند و توکل به انسان دیگر میکند، بداند که از همون انسان توکل کرده اش در بسیار حالت ضرر میبیند، برای اون که توکلی کردهش به او فایده نمی آورد. هر زمانی که انسان امیدش را، توکلش را به غیر الله میبندد، بداند که ضرر میبیند، زیان میکشد، خسارتش آشکار میشود، خسارت میبیند، بانکروت میشود. زیرا که مخلوق انسان را کمک کرده نمیتواند، بلکه انسان را خوار و زار میکند. ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره مریم آیه 81 و 82 بیان میکند و میگوید واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا. بجز الله، بغیر الله دیگر الههای را گرفتند به خودشان تا که همین دیگر الها به اینها عزت بدهد. یعنی الله را ترک کردند یا که با همراهی الله دیگر الها گرفتند. مقصدی دیگر الها را گرفتنشان به خودشان چی بود؟ یعنی میخواستند که از همین دیگر الها عزیز بشوند، عزت پیدا بکنند. الله گفت که هرگز غیر الله هرگز به شما عزت داده نمیتواند. اگر کمتر شما فکر کنید که در غیر دین الله، در غیر توحید شما کمتر خوشبخت یا که لذت پیدا کردید، این موقتی است، این یک وقتی کم است، خوار و ذلیل میشید. و این سبحان الله غیر اللهی که عبادت میکنید، از قبر، مزار، مرده، حتی از پیامبر و اولیای دعوت به سویش میکنید، دانید که هرگز شما را عزیز نمیکند، برعکس خوار و ذلیل میشوید. و بدانید که الله سیکفرون بعبادتهم، زود است که همین کسایی که شما اونها را اله خود گرفتید، از پیامبر، از اولیا، در روز قیامت به عبادت کرده شما اونها کفر می‌ورزند و شما را انکار میکنند و ضد شما میبرند. اما عبادت الله این چنین نیست. چقدر الله را عبادت بکنید همان قدر به الله نزدیک میشوید. چقدر از الله طلبی کمک بکنید همان قدر قوی میشوید و به الله نزدیک میشوید. و الله در روز قیامت شما را انکار نمی کند. عبادتی کرده اتون را که به الله انجام دادید شما را انکار نمی کند، شما را دوست می دارد و قبول می کند در حالتی که بی نیاز به عبادت شما است.
در عبادت الله غایت از همه درجه بالاترین منفعت وجود دارد و بنده را عبادت الله نجات می دهد و صلاح بنده، خوشبختی بنده، کفایت بنده، نجات بنده در عبادت الله است. هر کسی که توکل به الله می کند و از الله طلب کمک می کند بداند که الله کافی او است. انا این فرق از زمین تا آسمان است. سبحان الله. و بدانید هر احسانی که الله رب العزت و الجلال در بالای بنده اش می کند، هر نیکی که الله در بالای بنده اش می کند، به بنده اش می کند، برای چی؟ برای که الله کرمش کمال است. کمال و کرم الله کمال دارد. از همین جهت الله اینقدر کرمش به درجه کمال است که به همه بنده هاش نیکی میکند. و این چنین الله رحمت الله کمال به درجه بالاترین کمال است. در حالتی که وقتی که الله به بنده احسان میکند، میدهد، هیچ فایده به الله ندارد. آیا الله از احسان کرده اش به ما یگون فایده میگیرد؟ نه، به الله هیچ مصلحه نیست. اما با وجود همین الله سبحانه و تعالی به بنده هاش نیکی میکند، منفعت میبخشد. و این البته که بخلاف مخلوق است. یگون نفر از مخلوق، خواه مرده خواه زنده، بگم اولا زنده ها یک کسی دیگر را فایده نمیدهد مگرم به خاطر اینکه از وی یگون چیز میخواد. یا میخواد مثلا یک انسان به یک انسان دیگر نیکی میکند، احسان میکند، به خاطر چی؟ یا اینکه میخواهد که همون انسان این را دوست بدارد، یا به خاطر الله، یعنی نیکی میکند و میخواهد که الله به او یگون چیز بدهد. یعنی هر عملی که انسان میکند از پشت این عملش فایده میخواد. اما الله وقتی که یک عمل رو انجام میدهد، نیکی رو انجام میدهد، از پشت نیکی سبحان الله یگون چیزی نمیخواد. فقط میخواد که یگون الله رو عبادت بکنه، در حالتی که از عبادت انسان بی نیاز است. الله اکبر. و این است بزرگی عبادت الله. این است بزرگی توحید. بدانید زمانی که به شما ضرری رسید، یگون نفر از خلق قادر نیستند و نمیتوانند که ضرر را از شما دور بکنند مگرم به اذن الله. اما وقتی که انسان میخواهد که از شما ضرری را دور بکند، به خاطر یگون چیز همین عمل را میکند، به خاطر اینکه یا به خاطر الله، یا به خاطر اینکه از شما یگون پول، مبلغ، یا که میخواد که به شما دوست بشود. به همین خاطر این عمل انسان این طبیعی است. هر یک انسانی که محاوله بکند، حرکت بکند که به شما مثلا فایده بخشد یا که ضرر رساند، بدانید که این عمل را انجام داده نمیتواند مگرم به امری که الله در لوح المحفوظ نوشته است و به اذن الله. از همین جهت مرد موحد، یک زن موحده، انسان موحد هیچ وقت دلش را معلق به کسی نمی کند، هیچ وقت امید به کسی نمی بندد، به هیچ کس از کسی نمی ترسد. چرا؟ برای آنکه فایده از جانب الله و به اذن الله است و ضرر هم از جانب الله و به اذن الله است. هیچ کسی به شما فایده نمیتید مگرم به اجازت الله و هیچ کسی به شما ضرر نمیرسد مگرم به اذن الله. پس انسانی مسلمان قلبش را به کسی نباید امیدوار بکند. امید من شما باید الله باشد، خوف من شما باید از الله باشد. وقتی که از الله امید کردی حقیقت امید را، وقتی که از الله ترسیدی حقیقت ترس را، خود به خود همه امورت انشاءالله خیر خواهد شد. بارک الله فیک. پس اون ذاتی که من و شما را خلق کرده است
و تمام موجودات را خلق کرده است، باید یگانه خودش عبادت کرده شود و عبادت‌های غیر الله باید ترک کرده شود. و همین است معنای لا اله الا الله، که مسلمان همان وقت مسلمان می شود که در وقتی تلفظ بکند و معنایش را داند و قبول بکند و تصدیق بکند. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، یعنی یگانه ذاتی که من عبادت می کنم و همه عبادت را انجام می دهم به او، این الله است و هیچ عبادتی را به غیر الله انجام نمی دهم و به غیر الله تمامی چیزهایی که عبادت می شوند من کفر می ورزم و اونها را انکار می کنم و هر انسانی که الله را عبادت می کند دوست می دارم و هر انسانی که غیر الله را عبادت می کند بد می بینم و تکفیرش می کنم. موالات. ببینید معنای لا اله الا الله چی است؟ همه عبادت یگانه به الله و هیچ عبادتی را به غیر الله انجام نمیدیم. بارک الله فیکم. این بود یک مسئله در موضوع عبادت و به اذن الله سبحانه و تعالی دو موضوع دیگر در باب عبادت میگیریم و بعد از این موضوع عبادت را به پایان میرسونیم و به دیگر موضوع شاید البته که به توحید اسما و صفات ان شاء الله شاید داخل بشویم. بارک الله فیکم.